فهذه المختصرات طریق المطولات از انامین کتاب های مختصر گفته ایستاده است. راهی کتاب های دراز است. معنی گفتن چه؟ همین کتاب های دراز و کلان دیده سه راهش انامین است. به انامین طریق میروی میگویم. فهمیدید؟ یکی اکبار از اونجا شروع کرده این دور فلا يمكن ان تفهم المطولات الا بعد فهم المختصرات. یعنی فلا يمكن ممکن نیست که فهمیده شود کتاب های بزرگ را مگر بعد از فهمیدن کتاب های المختصرات. کتاب های مختصر یک کس بود که من این کتاب های مختصر نمیفهمم بود کتاب کلان میفهمم من خدور رو بیم ولی ما گفت شدیم ممکن نیست فهمیدن کتاب های مطولات الا بعد فهم المختصرات.